بابک اسحاقی روزنامه‌نگار از تل‌آویو با ماست. آقای اسحاقی، به نظر میاد که این سامانه گنبد آهنین اسرائیل به خوبی کار میکنه و تقریبا هیچ کدوم از این راکت هایی که از سمت غزه پرتاب میشه وارد خاک اسرائیل نمیشه. اما یکم از فضای شهر و کشور بهمون بگید، شما که خودتون اونجا هستید، واقعا این راکت ها چقدر اون ترس و رعبی رو که ازش حرف میزنن ایجاد میکنه؟ خوشبختانه این اختراع بی‌نظیر گنبد آهنی که ارتش دفاع اسرائیل اون را ساخته جان بسیاری از اسرائیلیان را نجات داده و باعث شده که این موشک هایی که به طرف اسرائیل پرتاب میشه و صدها موشک که به طرف اسرائیل پرتاب شده قربانی نگیره. و خیلی 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 من متاسفم که خانم شفاهی در این گزارشی که دادن خیلی خیلی یک طرفانه قضاوت کردن و اگر در اسرائیل قربانی ندادیم، ما به خاطر اینه که پناهگاه داریم، مکانهای امن داریم، ارتش دفاعی داریم که از ما محافظت میکنه و نه مانند حماس که شوربختانه امروز دیدم که وزارت کشورش از مردمش خواسته که به درخواست اسرائیل خونه هاتون را ول نکنید و نرید و در خونه هاتون بمونید که یک سپر بلایی باشن در مقابل حملات اسرائیل. ما در اسرائیل روال زندگی عادی خودمون را امروز در مرکز اسرائیل من زندگی میکنم داریم طی میکنیم. زندگیمون خاموش نشده، در خونه هامون پناه نگرفتیم، ولی زندگی در زیر صدها موشک که به طرف اسرائیل پرتاب میشه زندگی ساده ای نیستش. من فکر نمی‌کنم اگه شما در لندن امروز نشستین و هر روز به طرف شما موشک پرتاب میکردن، دو راه بیشتر نداشتید: یا فکر بکنید که بان کی مون چی خواهد گفتش و یا پاسخ کلوخ‌انداز را سنگ بدهید. خیلی خیلی من متاسفم که در جاهای دیگر در فلسطین کودکان مورد اصابت قرار میگیرن. خیلی خیلی من متاسفم که جان شهروندان بیگناه در فلسطین به خطر افتاده، ولی من نمیدونم که باید چاره این جنگ و خونریزی که به وجود اومده چیه. شما فرمودید که باید پاسخ کلوخ‌انداز رو با سنگ داد، ولی به نظر میاد که در مواردی دست کم این سنگی که از سمت اسرائیل پرتاب میشه بسیار بزرگتر هست. خود شما تایید کردید که گنبد آهنین واقعا داره مانع میشه از رسیدن راکت‌های فلسطینیان به داخل خاک اسرائیل. سوال خیلی ها این هستش که آیا واکنش اسرائیل بیش از حد نیست؟ به هر حال تعداد زیادی از کسانی که الزاماً هم با حماس سمپاتی ندارن یا عضو حماس نیستن هم در این نوع حملات قربانی میشن. امروز از گذرگاه کرن شالوم در اسرائیل 160 کامیون مواد غذایی وارد غزه شده. دارو وارد غزه شده، گازوئیل برای نیروگاه برق غزه وارد شده و گاز هم برای گاز خانگی و گاز غیر صنعتی هم وارد غزه شده. در کنار اون اسرائیل به هر خانه‌ای که میخواد موشک بزنه اول تلفن میکنه، بعد SMS میفرسته. به این کافه‌ای که حمله کردن فکر نمی‌کنم SMSی زده باشن. ببینید، من نمیام هر نقطه‌ای را بررسی بکنم که چگونه و چه اتفاقی افتاده. همان خیلی خیلی فرق داره که یک ارتش ممکنه که اشتباه هم بکنه، این هواپیماست و موشکه، ولی موشک‌هایی که از طرف غزه میاد هیچ نشانی نداره. فقط و فقط تنها یک آدرس داره و اون تصویر کشته شدن اسرائیلی‌ها و یهودیانه. اسرائیل، حمله اسرائیل تنها و تنها برای سکوت کردن 3 روز یا 4 روز کامل موشک پرانی شد. اسرائیل خودداری کرد و آماده بود که سکوت بکنه و آقای نتانیاهو گفتن سکوت در مقابل سکوت، ولی شوربختانه حماس امروز حال به هر دلیل سیاسی یا غیر سیاسی خواهان یک زد و خورد هستش. این دور نیز پایان خواهد گرفت. بله. با میانجیگری مصر یا ترکیه یا دیگران این دور نیز پایان خواهد گرفت، ولی این جنگ و خونریزی پایان نخواهد گرفت تا وقتی که مردمی که در فلسطین زندگی ممنونم. متاسفانه فرصت ما بسیار محدود هست. ممنونم از شما بابک اسحاقی روزنامه‌نگار از تل‌آویو با ما.